مطلب جمیله حسین. 2 ماه آخر مسئله باقیدگیری رمز ایمیل تلفن ها و دیگر واسطه های علاقه موبیلی که حتمی است برای مردم خاصا مزاجان تلفن های موبیلی درد سر آورد. خوانندگان زیاد بر ردکسیا زنگ زده درباره ثبت دوباره تلفن های موبیلی و انداز باج گمرکی نو ضمن خرید واسطه های موبیلی اظهار نگرانی نمودند. صفان نورو یکی از خوانندگان کهنسال گازت SSSR که 81 سال دارد ضمن صحبت گفت برای در علاقه بودن با فرزندش یک تلفن عادی نرخش 180 سامانی را خریدن خواست، ولی در مرکز فروش تلفن ها از او با 30 سامانی باج گمرکی طلب کردند و مسافر حالا حیران مانده است که چرا باید خریدار انداز باج گمرکی علاوه شده را پرداخت کند و فروشنده که هر هفته صدها تلفن و واسطه های موبیلی را از خارج وارد کرده به فروش میگذارد؟ نه. ایمیل چیست و برای چه راه اندازی شده است؟ کی باید باج گمرکی تلفن نو را پرداخت نماید؟ فروشنده یا خریدار؟ و در عموم بر رسمیت دراری تلفن های نو با قیدگیری رمز ایمیل برای چه و کی لازم است؟ این بود موضوعی که ما هفته روان پیگیری کردیم. ایمیل رقم سلسله‌ای عبارت از 15 رقم است که در دستگاه تلفنی کفالت در برچسب زیر بطری بعضی دستگاه‌ها قوطی تلفن یا دستگاه دیگری که سیم کارت را قبول می‌کند نشان داده شده است. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 رمزهای ایمیل همه تجهیزات‌های موبیلی که سلات سیم کارت دارند باید به سیستم دولتی وارد کرده شوند. در عکس حال اپراتوران موبیلی باید پس از 30 روز اول فعالیت علاقه کاری آن را در تلفن مسدود کنند. 4 سال پیش همه اپراتوران موبیلی همین کار را کردند. مسئولین آن زمان گفته بودند که با قیدگیری رمز ایمیل باید نظارت از بالای دستگاه‌های موبیلی معین و مبارزه بر ضد قاچاق و تلفن‌های قلبکی را تامین نماید. طبق قرار حکومت با قیدگیری اتوماتیک تلفن‌های موبیلی در ماه اپریل انجام یافته بود. شروع از ماه می همه تلفن‌های وارد شونده هنگام وارد شدن به کشور باید از رسمیات گمرکی گذرانیده و رمز ایمیل هنگام رسمیات گمرکی به پایگاه یگانه وارد کرده شدند. ولی برای ما یک حالت ناروشن ماند که چرا با گذشت نزدیک 4 سال از این قرار و گویا ثبت و باقیدگیری پررأی ایمیل دارندگان تلفن‌های موبیلی در سال 2020 این معرکه اواخر سال 2023 دوباره راه اندازی و فعال گشت. مسئولین تاکید می‌دارند که در مدت 4 سال اخیر به بازار نوهای معاصر واسطه‌های موبیلی وارد شده شماره استفاده برندگان علاقه موبیلی نیز افزوده است، ولی برخی بر آن عقیده‌اند که این عمل مخصوصا پس از جنایت گوش‌ناشنود آدم ربایی در کشور دزدی و کشتار بی‌رحمانه شهرت اسمت‌الله معاون اول رئیس ریاست آریان بانک تکان نو گرفت، زیرا جنایتکاران ضمن جنایت خود از تلفن‌های موبیلی ثبت نشده استفاده بردند و پس از این ثبت رمز ایمیل حتمی شد. یک حالت دیگری که برای ما نافهما ماند این پرداخت باج گمرکی ضمن ثبت رمز ایمیل توسط بانک دوشنبه سیتی است. به حساب میانه با قیدگیری رمز به هر یک خریدار 15-20% از ارزش تلفن خریده شده را تشکیل می‌دهد و این مبلغ نه توسط بانک دولتی تاجیکستان امانت بانک که تمام پرداخت‌های دولتی باید طریق آن صورت بگیرد، بلکه توسط خدمات پولی دوشنبه سیتی صورت می‌گیرد. چرا؟ کسی پاسخ نگفت. لازم به تاکید است که قبلا ثبت رمز ایمیل رایگان انجام داده میشد. حالا باشد برای از قید گمرکی گذراندن تلفن ها از شهروندان 15% نرخ تلفن هم چون اندازه از ارزش علاوه شده و $10 ایالات متحده آمریکا همچون خراج گمرکی گرفته می شود. بغیر از این باز از مشتریان 50 سامانه دیگر می ستانند، اما برای چه معلوم نیست. شاید برای خدمت رسانی وزارت مالیه و دوشنبه سیتی باشد. در چند روز اخیر ما از یک چند مغازه و مرکزهای فروش تلفن‌های موبیلی خاصه در مرکز سودای صدبر دیدن کردیم. ضمن فروش تاجران تاکید می‌دارند که ثبت رمز ایمیل وظیفه آنها نیست و خریدار باید خود از پی رسمیت دراری گمرکی واسطه موبیلی شود. یعنی تلفن موبیلی خریده باید خودت مستقلانه آن را ثبت نام کنی و کسی از فروشندگان هم نمیتواند بگوید که کدام تلفن، علل خصوص تلفن هایی که دوباره و یا از دست دوم خرید و فروش می شوند، ثبت رمز ایمیل دارند یا نه. فروشنده این پرابلم را از سرش ساقط می سازد. در قراری که ما در بالا آوردیم نیست
مشخصاً گفته نشده است که ثبت رمز ایمیل بر دوش کیست، فروشنده یا خریدار. این نکته که خیلی مهم است از طرف وزارت و خدمات‌های مربوطه انیق کرده نشده مردم را گران کرده است. مسئولین توصیه می‌دهند که شهروندان ضمن خریداری تلفن‌های موبیل از فروشنده‌ها درباره قانونی یا غیر قانونی وارد شدن اسباب و اشیا معلومات طلب نمایند، لیکن این کار خیلی دشوار است، زیرا 99% فروشنده ها این معلومات را دادن نمیتوانند چون که ندارند. تاجرانی که تلفن ها و واسطه های موبیلی را یکلخ وارد میکنند باج گمرکی و انداز محصولات را در مزد پرداخت میکنند. خریدار هم وقت گوشی خرید خودش باج گمرکی را میسپارد. آیا این اندازبندی دو کرته نیست؟ پس کسی حاضر نشد که در این موضوع صحبت نماید. پول به کجا می رود؟ ما پیگیر موضوعیم و در آینده نیز بررسی خواهیم کرد.